ببینید بچه ها، ایشون یه 10 روز پیش با ما دکولوره کرده. بعد ساقه موهاش یه مقداری دو پایه است به خاطر رنگای قدیمی که زده. من بهش پیشنهاد دادم الان به جایی که میخواست که بیاد کراتین کنه، گفتم به جایی که بیاد کراتین کنه اول بذاره ما برای عید یه بار دیگه ریشه گیری کنیم و این دو پایگی پایینه رو از بین ببریم، بعد براشون چیز بکنیم در واقع. بعد براشون برای عید که ریشه گیری کردیم اینا رو هم شارژ کردیم، بعد براشون کراتین کنیم، چون رو کراتین دیگه نمیشه دکولوره کرد، یعنی بزنیم پایه فول بهمون نمیده. خب حالا برای شما پیشنهادم همینه، اگر شخصی هستین که موهاتون بلوند سفید میخواید بذارید تو 2-3 مرحله ما بلوندش کنیم، بعد احیا کنید کراتین بوتاکس فلان. برای شارژ رنگساژ مشتری که الان نشونتون دادم ما 31 روز بچا وزن نمی‌کنیم. ببینید اینقدر کافیه، بیشتر نیازی نیست. خب چون 31 خیلی پیگمنت آبی زیادی داره و واقعا ممکنه کارتون رو خراب بکنه. خب اینجا یه دونه 901 پیلون داریم، ببینیدش. ببینید بچا 901 پیلون این رنگیه. خب حالا میزانی که ما نیاز داریم رنگ اصلی ما هست، یعنی 901 پیلون رنگ اصلی مونه. ببینید 20 میلی گرم حالا از این رنگ 901 پیلون میریزیم. بچا پیلون رنگای خاکستری نقره‌ای هاش اصلا بی‌نظیره، نگم براتونه. این 811 بلوند خاکستری پیلونه. ببینید 7 میلی هم از این ریختیم. 821 اسکالیم. این کد رو جعبهش نوشته لایت پرل بلوند، یعنی حالت بلوند مرواریدیه. خب میریزیم که بتونیم زردی رو خنثی کنیم. 20 میلی هم از این میریزیم. 40 تا 46 50 کافیه. بچه‌ها این میزان 55 میلی گرم رنگ داریم. اکسیدان 10 ولوم می‌خوایم الان بریزیم. خب اینم اکسیدان 3%. خب این قراره این رنگ برای این مو استفاده بشه. بریم ببینیم چه شکلی میشه. بچه‌های زیبا، این همون ترکیب رنگ جذابی که بهتون نشون دادم. عشقم یکم بچرخ این بر دیده نمیشه صورتت. ببینید تمام رفله های زرد و قرمز رو خنثی کردیم و یه رنگ روشن بلوند بهشون دادیم.